خیلی چیزای دیگه پس می‌نوشم دیگه. یک 300 راه دیگه نهایت یک 200 از این تا غزنی، یک 300 راه از غزنی تا جاغوری. خوب پیسه قدر میره خوبش خیاط نسلی میشه. خب انشالله تبریک باشه تا خوش استفاده کنید. زنده باشی. تشکر. نه نظر دیگه شما مثلا یک چیز است دوستا، این حال ما انده تقریبا 2 هفته میشه موزخانه برشته، 15 روز میشه موزخانه برشته. خب با درود دوستای عزیز، مدنی نمید که جور صحتمند باشین دیگه. بسیار زیاد خوشم در از برنامه های دیگه و تا پایان برنامه هم رایز می باشید که دیگه هم یک سلام کلام داشته باشه. سلام عرض ادب دارم خدمت تمام بیننده های عزیز. امیدوارم که جور سلامت سرحال باشید. خوش آمدید به یک برنامه خیلی قشنگ از ما دیگه دوستای عزیز. تا آخر برنامه قد از بو باشید دیگه. دوستای عزیز لایک و سابسکرایب از جایتون نره. نظرات خود در مو کامنت ها بگید. بله دوستا، سلام عرض ادب، امید که خوب باشین، سلامت باشین دوستا. امروز دیگه یک برنامه متفاوته، 4 نفری دیگه. یک خدمت از شما سلام نی دیگه. سلام از ما پذیرا باشی، باش ند بگیم تیم سلام نی. نه دیگه فقط دوستا جور باشه دیگه. خوش آمدید دیگه برنامه بزنید. خوش باشی، سلامت باشی دوستا. خبرها از اینجا کمین رفته. همین چی سالا بینیزی؟ این لباس شابالا. لباس شابالا آورده همین بخش خوب. بیاره تو سال کنی این در چند آورده را در قیمت نآورده یا بچه ماشی دیدم خیلی قیمت خرده. بیار که سال کنی بخشی از ما چه خیلی لباس کرسته؟ الله بخشی است دیگه باید خود بگیریم. بخشی شیر خیلی نمیشه. یعنی کارت بعد دیگه ما گفتم بخشی از من بگیر. نه سکایی. یا گفتم؟ یعنی دوستا این ما صدقه است خود نمیفهمم ما چه. اون چطور که رنگ رفت از این سیکون هایی؟ خوب شی. کسی؟ نمانی سلطانی. خوی دیست دوزه این همین ساده یا؟ این رخش چیزا فاش دیگه رنگ نکده. چند متر بود دیست دوزه فاشتن؟ 5 متر بوده. 5 متر؟ 4 متر کلام شما باشه تو 5 متر. اوه ماشالله، اوه نام خدا. علای بیا کار دیگه نمیره. یک دل سفید مدرو؟ اگه جان از باش تو بشیر مال. بله جان است تو بدل کنی. نمیشه. داری خنشن تو اندازه از من دستو کاری. سوی خانه سایکو. یعنی صدقه منجانه که منجان رفته به این صدقه خوش کده. اوه ماشالله. اندازه جانتم گرفته دیگه. قرآن. فراخ فقط بکنی. فراخ نیست؟ راه دیگه میده جانتم؟ نه. بایلاسه. بینی خیاتش خوب شده. برای خیاتش اینجا خوب شه یا؟ جاری خوب خیاتش خوب پیسه قدر میره خوبش خیات نسلی میشه. خب؟ انشالله تبریک باشه تا خوش استفاده کنید. زنده باشی. تشکر. نه اینجا خیاتش پیسه قدر میره خوبش خیاتی میره. تا اینجا خوب. تبریک باش همین جان ده خوشی استفاده کنید. شیرینیش هم بدی. شیرینیش هم بدی، در خوشی هم استفاده کنی. در خوشی هم شابالا بری بخیر انشالله. را واسکت سرخ هم دری نه؟ دو بلیزی خوب شویه. خوشکت شابالای مایره هم تکراییه. خب دیگه تو کالا نداری؟ الان نه ما پیسه ندارم. پیسه ندارم. کالا دیگه. دیگه دنیا رو ما کم گرفته چی نخم. مال دنیا رو ما کم گرفته. ما دنیا رو ما کم نگرفته. من ستایش از پشت کامره دوستا ستایش کامره میبینه. نه اولا گو بیده کار کده. اون بله میدوشمی. ایرم؟ در نظر نمیره نفیس. اینجا کمپل رو پلش بیرین میشه. خب دوستا قبل از این قراره که واقعا ما آمدی دیگه یکم دیر رو شد اینجی توی ما یکم دیر شد دیگه اینجا هم مطب مره نردیجان هم مطب مره دیگه مو در نظر از ما فکرم که دیگه پیشتر بلغالی خیلی گالی هم اینجا دوستا دو زن زدم قدرزام اما حل کدم دیگه در نظرم که خیشا رفتم مالستان تا از مالستان باید بخشی از ما اینجا دیر میشه مکتبا خطا مخره اینال یک و 2 ماه دیگه وقت امتحانه نه؟ امتحانا مایه امتحانای مکتب مایه اینجا از مکتب خطا مخره
دیگه ممکن از اینجا ما دیگه شاید 15 روز طول بکشه یا 20 روز طول بکشه دیگه تویه. لاسه امور همه کار خود بدون اجازه و بدون دیگه ما آمادی در کابل زیبا، در پایتخت زیبا دیگه این رقم که گب آقا سلمان اینجور که بویش میاد انا توی هنوز خیلی دوره دوستا و خدا خیلی دوره تا باید تا سرسرشتش نموده اینجا از مطب خطا مخوره دیگه انشالله که مو بری دوستا پسن خانه خود سنجاقی تا بخیر توی آمادش نم انشالله بسه بخیر توی بایی چطور نظر از تو نرگس جان؟ توی چه قسمن ده؟ توی معلوم نیه دیگه خیشا رفته اونجی تا خیشا باید موده اینجی از شما از درسای خمومنیم از کاربار خمومنیم اینجی از خیلی چیزای دیگه پس میموشون دیگه یک 300 راه دیگه نهایت چک 200 از این تا غزنی یک 300 راه از غزنی تا جاغری 500 راه دیگه 500 راه آدم میتونه خیر بوره باید آنها بگو دیگه اونو رقم شونه اینا نظرش شما 4 نفر 3 نفر دیگه چی هستی مولد چی میگیم؟ سیه کاش که معلوم بود که ما گفتیم پس نفته توی مثلا خیلی گفته دیگر رو متن میگیری ولی هنوز نامعلوم هنوز خیلی کارایش دیره تاله دیگه اینجی اون بیشی از دست و خطا مخریم خانه و مور خم در دشت در نظر از ما که باید بوری نظر شما 3 نفر هم میدیم شما چی نظر میدیم؟ نرگس تو چی میگی؟ باش بچین بیشی دقیقه؟ خوبه بوری؟ دی خب ناید بیگم تو چی میگی؟ دیل شماست دیگه توی هنوز درک نداره دیگه خیلی وقت آمادی دیگه این رقم بیشی مصرف هم اینجا خیلی مصرفش بالا مصرف هم زیاده اینترنت نوازاب کار نمیده وای فای فعال بیکو کار نمیده دیگه میش مصرفه دیگه دیل از خود کنشون دیگه ما نظر از خود میگه که ما بوری دیگه دیل از شما دیگه خود کنش ما رقم فکر مینه رقم دیگه نه اینا رو معلوم اینا نیست معلوم نیست معلوم بود این 2 هفته پس 3 هفته پس خودم گفت معلومه نه تبالی درجت نظر معلوم نیست اینا اونج خانه هم رقم برس رد دیگه بازم دیگه این رقم دینج بیشی میش مصرف دیگه سم نمیاد تو همین تی چی میگی؟ ما میگیم که خیشا رفتن هم بالده 3-4 روز نه؟ دیگه تقریبا 3-4 روز از وقت پرشته یا سبا باید دیگه سبا یا معلوم نیه نه؟ دیگه اون خیش کب سر خیشای دیگه وقت باید که کار در رو ما میگیم اگه شما مثلا بوری نه؟ اونجی بوری از وقت هفته دیگه پیسه از وقت هم بینیش نکن رفتمش به درد نمخره نه؟ رفتمش هم خرج داره نه رفتمش که خرج داره و قدر خرج نداره خب ولی این چطور سندرتر از خرج داره متوجه هستی اینا اینترنت خیلی قیمت اینجی نه؟ بازو هم یک چیز دیگه مثل کنار خیشام باید نه اینجا خیشام که باید او نیه که خیشام باید کار آمدش نه خیشام باید بگه این رزمانده سبا باید شما توی که میتونیه و مثلا ایلاج داره دوستا بست داره خرید داره دیگه داره و نظر از من 15 روز طول مورد و 15 روز من چیز که نیده کامل بشه یعنی خدایش وسیله داری موتر داری خوش بودی بسه بخیری که توی شدون پس میدی نظر از من اینیه ما اینطور نمیگیم که حتما ما این تصمیم میگیم شما میکار کنیم و در قرار بود سر به سلام بسته دینی رقمه که اینا مثلا نزدیک امتحانا هستن نزدیک درس هستن مو در بانده مو خیلی وقت هم ناخص کردن بید دوستان یا زنگ دادن دیگه لالی موزه که شما باید در غزنی از اینجا هم زنگ زدن که توی دمیزوتی ها جور میشه عموم دیگه همزه جو خانه ریلک دی درس ها ریلک دی که برسیم توی خب اینجا ما دیگه 3 روز 4 روز علاج نداره که خرید مرید بخشید توی کردی دیگه آماده کد ایشتی خریدی لباسای عروس را لباسای داماد را تمام چیزی خریدایش آماده شد خرید کردی اما من در قسمت از اینکه با رفته در اونجی اینا بی با هم که باید همینجا نیه که با این بگاه باید بگه سبا باید توی کن او این وقت لغا که کده این وقت دیگهش پس منده و این دا 15 روز پس منده ما بگیم زنجی خوش برنامه بگیری بری
یک از بیننده ها دعوت هم که در مورد یک شاخانه زوا بشی فهمیدی؟ اگر احیانا که وا آمد در غزنی بود خمری خانه خیش هم یک دفعه چی رقم باشه نه؟ اگر شد که نشد اونجا دیگه موریس خانه خیلی سه؟ اینا رو در نظر است تو چیز نه اینا تو اگه مثلا ما در اینجا میشیم شما بگوری نه ما تو در اینجا بیشیم تنها تو هیچ کار نمیتونیم فهمیدی؟ چیز کار؟ این مثلا کارهای تو کش بودن نمیتونی چنین تو خوابمونه از درس پس مونی دیگه کارهای شما خریدنی شما خوش شده خلاص شما که اینجا کدام حساب کتاب ندارن دیگه درین؟ ندارن نه؟ خرید کدین آماده این فقط آماده توی این کار وقت تویشینه شما میتونین باید توی خود توی اختیار کنین شما شادی کنین پس برسین در سای خود بس 3 روز نه بس 2 روز پیش از توی بایی نه؟ آره دید چون دیگه نه اینا نظر دیگه شما مثلا یک چیز است دوستا اینا ما انده تقریبا 2 هفته میشه مزخانه برشته 15 روز میشه مزخانه برشته خب در 15 روز که ما از خانه برشته اون چیزی که خریدی بود ما خریدی خب دیگه مول ما چیز کنه اینجی شما یک دفعه مطمئن شونید نه که اگر ټال مفته که بری اگر ټال نمفته اینی یک هفته 2 هفتهش مشکل نداره بیشی نه؟ نه این یک چیز است نه این یک چیز است اگر ما مثلا یک موتر کرایی می‌داشتی نه سخت بود موتر است بود نه 1000 روپیه می‌تونی چه اند در خانه مون می‌سینه خب دیدی پس اگر بایم به توی بایم اونجا مرخم تو از جاغری تا غزنی 3 ساعت راه مثلا موتر چی میشه باشه از من چکر میشه چیز کنی اینجا بشی این گپ ما اینجا چیز کنی بشی چیزی که واقعا مال از قبال خرید بود خرید در کارشون بود چیزی که لازم بود در جاغریشون در کابلشون خریدید دیگه یعنی ماندن اینج فایده نداره نظر از ما بهتره که برین در سایخ بخوانین تا هم توی معلوم میشونه از وقت که فامیلی که توی یک روز پیش میسته چطور؟ آره دیگه دوستا اون رقم شد دیگه انشالله بخیر التماس دعا که موگوری بخیره اینجا برسیم در سایخو دیگه تا خیشا باید خیشا هم کمات بخیر همون بیسر در تماس هسته اومه بی خیشا از وقت توی بودی بخیر ولی هنوز به نظر از ما که ما فکر نو توی در منده تباله تا وا باید از اونجا خود دفعه دیگه وا علاج نداره دوستا بست داره نه و تا وار پویمه و جمع میشه دیگه کارت نوشته میشه خرج تعیین میشه دلار معلوم میشه خیلی کارا میشه این حداقل در روز دیگه 15 روز دیگه طول میشه خود در این 15 روز در این فضای بسته کابل ما چیز کنی اینجی ادمانا نمیده دلشون ما میگم خوشم زنجی بخیر صبح حرکت کنی فهمیدی؟ اگر شما ایش هم صلاح شما به دیل شما فکر کنند در غزنی یکی از بیننده دعوت هم که در که این نفر رفتین سنی جاغری رفتین اتمن از راه توی اتفاقای یک شام خانه میموشیم ما میگیم که اینجا بار یک شام اونجا بیشی سباش بری خانه خیشم یک گپ دی خب؟ آره خانه خیش بری شاید همون تا دیگه سبار اماد اگر اماد کنوز اینجا رو گپ بزنی کارار سرشته مونی و اما همونی خود از یا خوب کی نماده خب؟ کی نماده دیگه خدایش دیر باشه یعنی خودش دیر میشه دیگه دیر شما دیگه این میگه باز من نظر از من اینا نظر از شما خیلی مهمه باشه ما نمیگیم که تو نمیتونی شما اینا چیز میگیریم سه اوکی نه بگو ما بیشتر نظر گفتیم دیگه خب نرگس جان اوکی ره خب همین تو اوکی اوکی خب دیگه چیزی گفتنی نداره دیگه نه دیگه خب دیگه بخیر سبا بریم دیگه آره سبا خانه خیش هم یک دفعه بریم پرسان کنه که خانه خیش موری از راه خوب سر میزنی راستا یک شب بیزم کنچی بیموی خانه که از دوستا از بیننده نه یک شب اونجا میمانی رو مخری حتما قد دوستا شریک مونی سبایش موتر یک دفعه موری یک چکر موری سنی اندن نمیدش موری تلفونش میگری اگر اندد که موری گپ میزنی اگر مثلا که گفت که این مو انده آماده خانم جده غزنی میشی مو شما دیگه نمور سرشته همینه دیگه خب
خب اگر گفت که نه یا شلشت یا پولشت یا بولیم منده بچه پای منده وانی باش مسلا کنه صد دیگه برسیم خانه خود. همین نظر از ما خوب نیست نظر شما؟ همین خوبه نه؟ دوستا همین خوب نیست؟ بخاطر از اینکه می نرگس جان نال تقریبا 20 روز میشه از مطب خواسته از وقت امتحانای خواه خلاص شد پیام دیده را کته امتحان امتحان نهایی نه؟ امتحان نهایی هم اینجا ادر رفته زیست او خلاص رفت دیگه فایده نداره دیگه که اینجا بیشی به خاطر از اینکه این فضای کابل فضای هست دوستا که مو زیادتر که رنگ میشه از خاطر به اینترنتی رنگ میبری اینترنت اینجا خیلی سخت کار نه درسته که هم کار نمیشه سر فضا بسته برنامه گرفته نمیشه دیگه این ساختمان هم کسی سه چهار طبقه همسایه دیگه بیرون هم گرفته نمیشه شش بگیرشون زیاد به طریقه که مو بری پس خانه زندگی خو دیگه دوستا وقت شما نمیگیرید استاجان هم خداحافظی نه یک کم ریزیش هم گرفته دوستا شربت اردن بخششه که از بینی شما را یک موضوع دویمی دیگه که اگر هم دانه و تو جنازی گوشته چیندار نه نهید بگم دیگه اون ریسفن باید دود کو خواب سر رو دیگه خدا نگهدار دوستا